در این بلندی‌های دهات شورای جماعت سامان شهر ایسار برگزاری هر ساله مسابقه فوتبال دهه به دهه طول چند سال است که علاقه مقامی رمزی پیدا کرده است. دو میدانچه فوتبالی که در بلندی از طرف راستی شهرهای دوشنبه ترسونزاده قرار دارند در مسیر یک ماه کلی رقابت‌ها میان 38 دسته‌های دهات شهر ایسار را قبول نموده به قول اینتریگا در رقابت‌ها میان این فوتبال بازان هوسکار کلاً رنگی دیگر گرفته است. سال پنجم است که مسابقه اصولی دهه به دهه فوتبال خورد در دهه شوراب شهر حصار جماعت سامان با اشتراک زیاده از 40 دسته رفته شده است. فوتبال بازانی از دههای شهر حصار جماعت شهر حصار زیادتر به اینجا تکلیف میکنیم و در آینده امید داریم که از این مسابقه ما فوتبال بازانی میبرند که در دسته‌های لیگ اول و لیگ عالی جمهوری تاجیکستان شامل شده شرف فوتبال تاجیک را معرفی میکنند. رفتی برگزاری بازی‌ها در این منطقه میان ساکنان اینجا به درجه معروفیت بلند دارند که همگی به سمت ورزشگاه می‌شتافتند. یکی از سوار و دیگری پیاده، گروه با ماشین و حتی یک خلا از بستر بیماری خود را به کنار میدانچه ورزشی می‌رسانیدند. اگر به نتیجه این بازی‌ها یک مدت هم باشد نظر کنیم، طبق نتیجه گیری از انجام بازی‌های مرحله گروهی، دسته‌های فوتبالی از دهه‌های سرخک چشمه، اسکیچ، توده و دوربت از زمره کلکتیوهای موفق ورزشی بودند که رقابت‌ها را در مرحله پلی آف ادامه دادند. رقابتی دوره هشتگ نهایی میان دسته‌های سرخک چشمه و اسکیچ چون در مسابقه‌های پیشین جالب و دیدنی و از فرصت‌های نخست هجومکارانه صورت گرفت. پس از تلاش‌های نچندان زیاد در خط حمله بالاخره دسته سرخک چشمه نخستین شده حسابی بازی را کشاد. هرچند که دسته اسکیچ تلاش‌ها برای برابرکنی حساب می‌نمود، ولی بازیگران سرخک چشمه در خط حمله فعالی بیشتری نشان می‌دادند. رقابت در میدان از هر دوی طرف‌ها هجومکارانه ادامه می‌یافت و مخلصان نیز نوابسته از سرمای زمستانی دسته‌های خویش را طرفداری می‌کردند. با دستگیری‌های سرسخت مخلصان خویش، سرخک چشمه توانست که گل دیگری وارد دروازه حریفان کند. ولی در نتیجه تلاش‌های هجومکارانه بازیگران دسته اسکیچ، دروازه‌بان دسته سرخک چشمه هم بعضا وقت دچار مشکل می‌شد. در این رقابت ما اصلا شاهد بازی شدید و قاعده ویران‌کنی‌ها هم می‌شدیم که بعضا به حالت بحث برانگیز آورده می‌رسانید. زمان رقابت در میدان چون پیشین شدیدیت خاصه داشت، مربیان تیم ها هم تلاش می‌کردند که احساسات ها پایین نکنند. حالت های گلزنی البته که در ادامه رقابت هم کم نمی‌شد. هرچند که هجوم‌های دسته‌های اسکیچ هم در این بازی کمان در کم به چشم می‌رسید، ولی بازیگران دسته سرخک چشمه پس از اجرایش ضربه کنجی یک گل دیگر زدند و رقابت هم با نتیجه 3-1 پایان یافت. طول 3 سال است که در این مسابقه اشتراک میکنیم. در این مسابقه از سبب
مغلوب شدیم و رفتار نیستیم. ما در سه بار میشد که در همین چمپیوناتو جای اول اشتراک میکنیم. عصبی نبودن بعضی بازیگرا و جراحت داشتن اونها ما در این کماد مغلوب آمدیم. رفتار نیستیم. در راند کوشش میکنیم جای مسابقه را به دست آوریم. زحمت و مهنت ها امروز نشان داد که دسته سرخشمه یکی از دسته های با ابروی و با قدر و با در نتیجه مهنت های زیاد امروز دستاویز ما به یک چهار فینال یعنی که راه گرفتیم. و با در آینده با تیاری خوب کوشش غیرت میکنیم که سزاواری جایهای نمایانی همین معرکه شویم. در بازی دیگری مرحله 8 نیوی مسابقه باشد دسته‌های دوربد و توده به هم آمدند. یکی از بازیگران دسته دهه توده در مورد برآمد دسته‌اش در بازی‌های مرحله گروهی چنین گفت: برآمد دسته ما در بازی گروهی خیلی خوب گذشت. در سطح عالی گذشت. همگی دو بازی باختیم. دیگر بازی‌ها هم بردیم. در ای گروه در جای دوم گروه اومدیم. مشکل‌ترین بازی ما از همه کامل نیست خیلی بود که باید دادیم متاسفانه. دسته کندر کمدی‌ها دارد. ما یک دیگه حمایتگرای ما جراحت برشگان. لیکن خیلی بازی از فرضیش است. بهترین می‌برد غلبه می‌کند. کوشش می‌کنیم بازی را بریم. بازی بهترین گذشت داد. همه کماندوی سال از 36 دهه بهترین بازیگرا بهترین چه ما می‌خواهیم که در چمپیونات عالی مقصد که یکم لیگا برگزار کنیم همه جوانه پیشگیری کنیم. مقصد که از زیر نشامندی و بی‌جوگردی نکنن همه با ورزش مشغول شوند. دسته ما بهترین دسته است. دسته دهه دوربد ما همچون نماینده‌اش کاپیتان کمانده‌اش بهترین بازیگرا داریم. بازیگرا همه جوانه ما هم وقت می‌خواهیم که بهتر شویم و مسابقه می دهه به دهه غالب شویم. رقابت میان این تیم‌ها اصلاً از فرصت‌های نخست در میانه میدان و بدون هجوم‌های خطرناک صورت گرفته آنقدر حمله‌های زیادی به چشم نمی‌رسید. ولی شماره قاید ویرانکنی‌ها و هجوم‌های خطرناک را در ادامه ما در این بازی هم کم ندیدیم. در رفتین رقابت بازیگران حتی تلاشی زدن ضربه‌های زیبا نموده، تلاش‌ها برای گلزنی اصلاً کم نبودند. بعضاً رفتی رقابت در میدان تا جایی می رسید که داور از جیب کارتی زرد می برآورد، ولی هرچند تلاش‌ها در خط حمله زیاد بودند از گل‌ها باشد عموماً یگان درک نبود. محض نبودی گل و تلاش‌های ناموفق در راه گلزنی اخیراً به آن رسانید که بعضاً احساسات‌های بازیگران بالا گرفته حتی تو به ناراضگی‌ها میان هم می‌آورد، ولی چنین حالت‌های بحث برانگیز را سر وقت داوران برطرف می‌نمودند. خلاص که این رقابت میان دسته‌های دوربد و توده بدون گل در وقت اساسی خاتمه یافته، تیم دوربد پیروزی را تنها پس از انجام فرصت‌های اساسی صاحب شده است. همین طریق بعد انجام بازی‌های مرحله پلی‌آف مسابقه در فینال مسابقه فوتبال دهه به دهه دسته دهه بغلک و دوربد بهر معین کردن تیم قهرمان و مکان برگزاری بازی فینالی حاضر شدند.
در خود میدانچه ورزشی باشد به خاطر سر وقت گذراندن رقابت فینالی کارهای برفتازه‌کنی با مرام ادامه می‌یافت. محبت فوتبالی در این مکان به درجه تاثیرگذار است که از خرد تا بزرگ در آن سردی‌های زمستانی مشغول تازه کردن میدانچه ورزشی بودند. زمانی که گروه بزرگی ساکنان مشغول برفتازه‌کنی بود، گروه دیگری از مخلصان با نوشتجات و بنرها برایشان جای موافق می‌جستند. شماره مخلصان در روز برگزاری رقابت فینالی به درجه زیاد بود که در کنار میدانچه ورزشی جای خالی نمی‌ماند. حتی بعضی‌ها را ضرور آمد که مثل پرندگان در بالای دیوارها خود را جا کنند. هنگامی که میدانچه فوتبالی در یک مدت کوتاه به زودی از برف زیاد تازه شد، مخصوص برای بریدگی روحیه مخلصان در مرکز میدان یک دو رقابت شرطی از گشتین ملی هم دایر شد. پس از تماشای چند رقابت‌های شرطی گشتینگیری برای مخلصان، بالاخره اشتراکچیان رقابت فینالی از دسته دوربد و بغلک بهر تمرین‌ها با میدان حاضر شدند. تمرین‌های پیش از بازی هم انجام یافت و پس از حل کردن چند مشکل ثبت نام شده برخی از بازیگران، بالاخره مسئولین آخرین دستورها را برای بازیگران دادند و صدای نخست هشتک داور هم از آغاز بازی فینالی صدا داد. در این رقابت که بازیگران دسته بغلک از آغاز چون تیم فاوریت دانسته می شدند، برتری خاصه خود را وقتی راه اندازی حمله های پای در پای نشان می دادند. ولی هرچند که سفیدپوشان از دسته بغلک در خط حمله کوشش های زیادی می کردند، ولی توپ هیچ وارد دروازه دسته دوربد شدنی نمی خواست. جای دروازه‌بانشان عالی بازی می کرد و در قسمت بیشتری بازی خودی بازیگران این تیم به قول در دفاع افتابوس می ماندند. کار تا جای رفت که نوابسته از تلاش‌های زیاد هجومی بغلک در نیمه اول رقابت گل زده نتوانست و بازی هم با نتیجه 0-0 خاتمه یافت. با آغاز نیمه دوم رقابت هم هیچ جگرگونی در بازی مشاهده نشد. دسته دوربد بیشتر در خط دفاع بود و تنها طریق عکس‌العمل‌ها از خود نشان میداد، در حالی که سفیدپوشان از دسته بغلک فقط و فقط هجومکاری خاصه و برتری 100% در بازی داشتند. بالاخره کار به جای رسید که دسته بغلک در این رقابت فینالی پس زدن گل دست یافت و این گل هم گل یگانه و تضمین کننده پیروزی برای این دسته گردید. بعد 1-0 گردیدن حساب، هرچند تلاش‌های بازیگران دسته دوربد در راه گلزنی زیاد گردید، ولی دسته بغلک پیشتازی حسابی خویش را حفظ کرده توانست و اخیراً با اشتراک نخست خویش در چنین مسابقه‌ها به عنوان قهرمانی رسید.
ما در این مسابقه 14 دسته رو شکست داده به فینال برآمدیم و امروز جای یکم رو اشغال نمودیم. فینال خیلی برای ما خوب بود، خیلی تا اینجا خیلی مهنت کردن، خیلی وای کردن بچه‌ها. این روز ما جای یکم رو گرفتیم. تیاری به فینال خیلی خوب بود. خوشبختانه ما در بین 38 دسته جای یکم رو اشغال نمودیم. مسابقه امسال با نظر من بهت خوب گذشت. ما می‌خواهیم که از همین جوانمردایی که مثال بهوده‌گردی نکنن، همه وقت در زمستان تابستان مثال گپ انا با ورزش مشغول باشن. در بین 38 کماندایی که بود ما جای اول رو اشغال کردیم. هزار رحمت به همه جوانان. بعد انجام رقابت در محیط تنطنوی و خرسندی آور برای مخلصان، از خرد تا بزرگ به جایزه‌داران مسابقه از جمله مسئولین مدال‌ها و جایزه‌های پولی تقدیم گردید. بازیگران تیم دوربد با مدال‌ها برای اشغال مقام دوم و دسته بغلک با مدال‌ها و جام قهرمانی مکافاتانیده شد. ما در این مسابقه 15 دسته رو شکست دادیم، غالب برآمدیم. امروز فینال بود با دسته دربت، غالب برآمدیم. سال آینده حرکت میکنیم که با غالب برآمدیم. امروز بازی فینالی بود، دسته بغلک با دسته دربت بازی داشت که در این بازی دسته بغلک بازی خوب را نشان داد و با حساب 1-0 غلبه را به دست آورد. ما در آینده کوشش میکنیم که بازی خوبتر، پیشتر را، بهتر را نشان دهیم و بغلک را باز یک بار دیگر چمپیون نماییم. این روز فینال خیلی فینال خوب گذشت که تقریبا 4-5 هزار تماشابین اشتراک داشت و همه‌شان سپاسگزارم. رحمت کنم. فوتبال خود مسئول دهه همین روز ما جانباز کردیم. از اولی بازی دهه بغلک معلوم بود که یک فاوریتی همین مسابقه بود. از اولی مسابقه فوتبال خوب نشان میداد و در آخر همون با یک خلاصه آمدیم که در حقیقت دسته بغلک با همین جایزه امروزه موافق است. همین طریق مسابقه فوتبال خرد با اصول دهه به دهه در دهه شورای جماعت دهاتی سامان شهر حصار در محیط خرسندی بخش و خاطرمان پایان یافت.